وقت همه‌تان بخیر دوستان عزیز. این قسمی که در تصویر می‌بینید این مخلوق و جمعیت از ترکیه آمده رایسته. خلاصه از ترکیه دیپورت شده در افغانستان رسیده. والله بالله از ترکیه آمده. نه یکی از اشخاصایی که از ترکیه است آمده. یک نظر می‌خوایمش. سلام علیکم دایی جور است بخیر. سلام و جان و دیار است بخیر باشید دایی جان. شما چند وقت است که در ترکیه بودین و چند وقت میشه آمدین در نمی فرودگاه آمدم؟ 1 سال میشه در ترکیه کار میکردم. خب حالا گفتنی خودت برای کسایی که شوق ترکیه را میکنه چی است؟ نه چی دلیل میشه خلاصه بگی؟ هیچ نروا. یک دلیل خاص گفتن میتونی؟ خب چی است؟ همین یک کلی بکش. پیش ماست پیش من. نروا هیچ کس نروا. خب ماما بیا اینجا شاهزاده. خودت گفتنی داری به جوانای سن سالای ما شما زیاد میره؟ گفتنی داره. خب میتونی خلاصه بگی بچه‌ها زیاد شوق دارن ما شما تجربهشو داریم. مارس کرد دوباره پاس حرکت کنه ایجا. خدا یار والا هر کسی گفتنی شخص خودش است. از این وطن دیگه چیزی نمیشه. وطن رو بخرام. غفور کلا سلام وقتت بخیر. بخیر خوش آمدی از ترکیه در افغانستان. خیلی خوش آمدی. خودت گفتنی چی داری برای همشهریایت که شوق خارج از وطن میکنه؟ یک ذره ما کمتر گفتم میتونی؟ ما وطن خود ما باشه. چرا؟ خاصه قوت ما در اتحاد ماست. روشن صاحب سلام علیکم. علیکم سلام. روشن جان بگین اگر چی داره. خودت چی گفتنی داری؟ والا چی بگیم دیگه وطن است. هر چی نباشه. خلاصه که در یک دو جمله. خب یک امیدی نره نه بعد نه ترکیش به درد میخوره نه ایرانش به درد میخوره. بیشه اینو میگه. خب خلاصه دوستا ما جمع بندی کنیم صحبت‌ها را. بیاین پس همین وطنتان نمی وحدت ما در قوت ما در اتحاد ماست. یعنی میته خلاصه گفته. ماما سلام علیکم. علیکم سلام. وقتت بخیر. از کجا آمدی ماما؟ از ترکیه. چند وقت بوده ترکیه بودی؟ 5 سال. و خودت به عنوان یک شهروند افغان چی گفتنی داری به جوانایی که زیاد شوق وطن میکنن؟ والا گفتنی من که اتحاد باشن بیان بخاطر کشور اینا میبینن. احسن. خیلی ها میگن وطن چیزی نیست چیزی جور نمیشه. به نظر اونو موافق هستی یا خودت کدام نظر جدید داری؟ نظر جدید دارم. میتونی یک خلاصه بگی؟ بله. به انجام شدن در کشور بخیر کشور میبینن که آبادی هست همه چیز هست دولت هست و ملت هست 100%. توانایی با خودشانه دیگه. دمت گرم ماما خوشحال شدیم. فیض بردیم. وقتتون خوش دوستا. خدا نگهدار.